الله اکبر. شاید این ویدیو شما هم دیده باشید. برحال چند روزی است که پر هست در صفحات اجتماعی. شخصی است وفات کرده هست و انگام دفنش تنها بالای قبر این شخص باران میبارد و چهار اطراف دیگر هیچ بارانی نیست. سبحان الله. به هر حال آیا این یک نشانه ای هست که انسان نیکی بوده است؟ والله اعلم، الله بهتر میداند، شاید. ولی واقعا یعنی ویدیوی جالبی هست که چهار طرف خشک، بارندگی نیست، تنها بالای قبر این شخص بارندگی است. الله اکبر. شاید این ویدیو شما هم دیده باشید. برحال چند روزی است که پر هست در صفحات اجتماعی. شخصی است وفات کرده هست و انگام دفنش تنها بالای قبر این شخص باران میبارد و چهار اطراف دیگر هیچ بارانی نیست. سبحان الله. به هر حال آیا این یک نشانه ای هست که انسان نیکی بوده است؟ والله اعلم، الله بهتر میداند، شاید. ولی واقعا یعنی ویدیوی جالبی هست که چهار طرف خشک، بارندگی نیست، تنها بالای قبر این شخص بارندگی است.